آقا این ددان که ما باشه ساقی رو خوندیم الان 3 ساله کنسرت های 500 نفر 1000 نفره میزنه دقیقه یک سولد اوت بازار سیاشو میفروشه. این دادا با ما دوبار آوردنش روی استیج، این دوتا چاقال قوطی نوشابه شوت میکردن، ایقه باید میگرد، گردن باید پیمانددان رو میگرد. میگم کسکش مردم رو نگاه کن، چرا داری زمین نوشابه شوت میکنی؟ بعد چونی تو استوری گذاشتی آلت ددیه، شما آلت ددی نیستین؟ آمارتون رو دارم والپیپر گوشیتون موشلی بوده. ای صدام در نمیاد، دی ام میای میگی نه ما دیگه ایران کنسرت نمیذاریم زمان 18 19 دقیقه خایه کرده بودی کونی. تو دی ام میگفتی ما دیگه ایران کنسرت نمیذاریم فلان نمیکنیم، حالا پشت کون جی جی نشستی. ببین تو کی؟ جی جی کیری ترین عضو گروه زدبازی، تو خایمالشی کونی دیگه. برا من که نه دانیال ددان کونی چاقال، هیچی بهت نمیگم، فالو دارم بهت تا الان احترام گذاشتم. بخوام تو رو کیر کنم که واسه من 2 سوتی که گلابی قوطی نوشابه رو استیج ما شوت میکردین شما چاقالا، چش تو چش فنای ما نمیتونستیم بکنین پشمکا اسکولا. دانیال ددان هم کونش سوخته، هر وقت خونه من اومد استوریاش معلوم بود کونش آتیشی میشه. دانیال ددان تو کیر منم تو این مارکت نیستی با اون پیمان ددان اسکل پلش. 4 5 تا مگایت خوندید آره، استعداد دارید آره، ولی اندازه کیر منم نه. چاقالای پلشت یادتون نمیاد خایمالیاتونو یه بار گفتم پیمانددان آرتیست محبوب مورد علاقمه، 3 سال با این فلکس میکرد کونی. بابا بگو پشمک، حالا ما هم یه چیزی گفتیم توپ کردیم مست بودیم و باغ ونک بخشیدیم، فرداش به کون شماها خندیدیم کسکشا. بازشو با خودتون نگیرید اسکلا، شما همونی بود میشستین جلو من میگید تو اسطوره‌ای، تو یک بازی کیرم دو لپی تو دهنتون بود. الان پشت جی جی استوری میذاری واسه من چاقال. اسکولای علی یاسینی تایپ. دانیال دادن کونت جر نخوره داداش، من با دوست دخترم فیت میدم از کل مارکت بیشتر میخوره، کیرم بره دهن تو کونی پشمک با کل اون رزومه و هیستوری اندازه ترکای کریر من تو 2 سال اول هیت نداری کونی. واسه من استوری نذار کیری بد فیس اسکش. من این اون نیستم، اره شمسی کوره نیستم ها. پرونده تو باز میکنم کونی ها، پرونده تو باز میکنم کونی ها، حواستو جمع کن، پرونده زیاد داری پیش من. تو داره یه بار دوبار میگفتی نسابش کیده چیه نمیدونم فید شدی فلان کونی ها. ترکم احمدتونم بیشتر خورده، الان یک بازی هم هنوز که هنوزه هستم، بودم، خواهم بود، تلاشمو میکنم بهتر بشم، آرتمو قوی تر کنم، به رشد خودم و آرت خودم فکر میکنم. دنبال شما کونی ها هم نیستم، ولی میری با جی جی استوری میذاری کونی کشت میکنم اینجا، فهمیدی؟ شهر هرت نیستش که واسه من به چرخی واسه خودت پر رو بازی زدی. 2 بار زبون درازی کردی بین اون هیچ چی بهت نگفتم، ولی مثل خودم باید زبون تو کنم تو کونه پسر. مثلا بیاد بگه ما بازیگر رو ترک ما بود و ساقی ترک ما، بکیرم که ترک شما خایمالیمو کردید بخونم، اگه من نمیخوندم که اون نمیشد کونیا که 90% ریلایی که اون موقع اومده بود بیرون اون ویدیوی ورس یک من بود کسکشا. کورس اونم خفن بود، ورس توی کیری دانیال ددان که همیشه اسکیپی. دانیال ددان تو اسکیپی، پیمانددان کیر پیمانددان رو نخور، با کیر پیمانددان کس نکن. پیمانددانم کونیه چاقاله، تو چش من نمیتونست نگاه کنه، سرش پایین بود. اسکش اصلا شما انقدر اصلا فیم به شما کونیا نمیخوره، هنوز نمیدونن دانیال کیه پیمان کیه. به من دارن میگن داداش اینا کیان؟ شبیه کامران هومن و فرزاد فرزین و دانیال ددان پیمان ددانی، شما همتون میکسید، هیچ کدومتون معلوم نیست کدومتون کدومید. یعنی الان به من میگن فرزاد فرزین 2 نفره بیشتر میک سنس میکنه تا دانیال ددان یا پیمان ددان، اینا 2 نفرن. کسخلای چیپ کیری بد تیپ بد سیسه ان قیافه. رو دانیال ددان تو خونهشون عکس شاه داره، والپیپر گوشیش دومی سیدعلی بوده. من نمیفهمم چه جوریه اصلا. تو به من بگو میک سنس میکنه اینا چه مارایین حاجی. یه چیزی خیلی بالو زده بود که استوری گذاشتیم همه افعی شدن، چیز نه اشتباه گفتم، استوری گذاشتیم همه مار شدن، خود افعی لایک کرده ریپلای کرده. راست میگی، این حکایت این دانیال ددان کونی افعیه. کی تو کست ننت بره. این از تکسای قبلی به آریا خسروی. من 36 ثانیه دیشب به عزت گفتم چی شده کوروش تو شده بتا گفتم چی شده داداش این اتفاق افتاد چی شده. خب من در جریان نبودم تو کسخالی داداش هر چیزی میزنی یهو میری تلگرامت وا میکنی فوش خار مادر برنامه میدی. 36 ثانیه من دیشب زنگ زدم 10 دقیقه آریا خسروی به من زنگ زده. اینا رو بلدی کی به کی زنگ زده؟ مادر جنده یا نه؟ از ببین کات نکن از بالا به پایین،
کس ننت، کس اون مادرت بره، پاش نکن، دروغگو. ببین دیره، همه چی رو میذارم، همه چی تو میذارم، کس ننت دروغگو. آریا خسروی زنگ زد 10 دقیقه به من، همین الان مادر جنده ای نرید، همین الان وایس برای بگی بگو چی گفتی به دانیال دادان، مادر جنده ای. بابا کون نشوره ننه قبه، تو بچه محلات هم گردنت نمیگیرن کسیش. بدو بعدی، فکت بعدی، ما حرومزاده وصلیم دیگه، بدو منتظری. اینو که شیر خوردی، این که عین ننت شیر خوردی. بعدی